और रसूलों से आला हमारा नबी. روی پارچه ها نوشته شده بود میلاد پیامبر اسلام را به اهل وطن تبریک میگوییم. اهل وطن اینجا یعنی هندیان، چه مسلمان، چه هندو، چه سیک و چه دیگر پیروان مذاهب این کشور که گرد هم جمع شدند تا 1500مین سال ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را جشن میگیرند. اسلام धर्म की शिक्षाएं इतनी अच्छी हैं. تعالیم دین اسلام بسیار ارزنده و برای جامعه مهم است. از جمله آنها میتوان به ممنوعیت ربا اشاره کرد که زندگی ها را ویران می‌کند. حضرت محمد برخورد مهربانانه حتی با دشمن را به ما یاد می‌دهد. فقط در پرجمعیت‌ترین کشور جهان که 1/6 دنیا را در خود جای داده است، حدود 250 میلیون نفر پیرو دین آخرین پیامبر خدا هستند. به نظر من برای پایان دادن به ظلم و ستم در جهان امروز باید به آموزه‌های پیامبر اسلام که مبتنی بر صلح و آشتی بین همه انسان هاست روی آورد. در سرزمین‌های شرق، هند نخستین کشور جهان بود که به پیامبر اسلام سلام کرد و آیین وی را پذیرفت. پیغام پیامبر اسلام بر صلح، امنیت، آشتی و ارزش‌های بشری استوار است. اما جای تأسف است که عده‌ای از افراد برای رسیدن به مقاصد و منافع سیاسیشان این تعالیم را نادیده می‌گیرند و مردم بیگناه را به خاک و خون می‌کشند. در جشن میلاد پیامبر اسلام در پایتخت هند خیابان‌ها با پرچم‌های سبز آذین بسته شده بودند و مردم جشن می‌گرفتند و ماکت‌هایی از مسجد النبی و مسجد الاقصی نصب شده بود. این اولین روز هفته وحدت است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.